همه ما خانم ها دوست داریم که سفرمون قشنگ باشه، با سلیقه باشه. طبیعتاً جنس آشپزی و چیدمان میز یکی از سلیقه هایی است که معمولاً مختص خانم خونه است. هر چقدر از سفره پهن کردن و تزیین خوشمون میاد، از سفره جمع کردن شاید هممون خیلی خوشمون نیاد، شاید خیلی کار جالبی نباشه. در این هفته در کنار خانم اصغری عزیز هستیم. ایشون یکی از سفره‌های خوب کشورمون هستن، خیلی هنرهای دیگه هم دارن. الان با این هنرشون کنار ما هستن. قرار بر این هست که یه نوع سالاد رو یا چند نوع سالاد خان تزیین سالاد رو به ما یاد بدن. خوش آمدید. مرسی، متشکرم. به نام خدا منم خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که طاعت عباداتشون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. خانم عزیز، من میخوام عرض کنم خدمتتون که ما هر غذایی که درست میکنیم اگر کنارش یه تزیینات داشته باشه همه ذوق میکنن که اون غذا رو با اشتهای بیشتری بخورن. بله. سفره‌آرایی از جمله کارهاییه که هزینه اضافی نداره. یعنی ما اگر این سالادمون رو همون گوجه‌ای رو که خورد میکنیم بیاییم همون گوجه فرنگی رو از وسط نصفش کنیم و به شکل یک گل درست کنیم بزنیم روی سالادمون، خب زیباتر میشه و من همیشه میگم یه خوش آمدگویی خیلی خوب به مهمونمون میشه. من امروز هم خیار آوردم هم گوجه. حالا هر کدوم شما سلام میدین همون آموزش بدید. من که میگم اول گوجه، چون خیلی اون گلش خوشگله. یه وقتم دیدین وقت کردیم خیارا رو هم یاد گرفتیم. خب برای اینکه وقتمون تلف نشه من گوجه ها رو خرد کردم، ولی یه دونش رو خرد میکنم که ببینن. اندازه گوجه ها باید همه یه اندازه باشه؟ فرقی نمیکنه. اگه بخوایم گل کوچیک درست کنیم گوجه کوچیک‌تر، بخوایم گل درشت‌تر درست کنیم گوجه بزرگتر برمی‌داریم. گوجه‌مون رو که برداشتیم این تهش صاف باشه بهتره. خب یه کوچولو از ته این برش می‌ذاریم، بقیه‌اش هم همه رو به این شکل حلقه حلقه می‌کنیم. حلقه‌های نازک. من حلقه‌هامو برش زدم. داخل این اولیه رو، این حلقه اولمون داخلش رو میاییم خالی می‌کنیم، یعنی گوشت گوجه رو از توش می‌گیریم به این شکل. کاملا این پوستش میمونه. بقیه گوجه‌مون رو برمی‌داریم دونه دونه از کوچکترین سایزی که داریم. همه رو، ولی من چند تا برش میزنم دونه دونه میگم، ولی چند تا اینا رو همه رو از وسط نصف کنیم. یعنی همون کاری که داریم برای سالاد انجام میدیم. تا این مرحله کار خاصی نکردیم. کاری که روی سالادمون می‌خوایم انجام بدیم اینجا انجام. این اولی که پوستش و گوشتش رو گرفتین باید به همین ریزی باشه؟ دیگه درشت‌تر از اون در نمیاد، چون اگه خیلی درشت بشه می‌خوایم بذاریم وسط کارمون درشت میره وسط کار. خب حالا ما می‌خوایم اینو گلش کنیم. پس این سایزای کوچیکمون رو جدا می‌کنیم. از سایز کوچیک این گل سازی میمونه. کسانی که گل سازی کار کردن خیلی راحت تر میتونن اینو درست کنن. البته اونایی که گل سازی کار نکردن نگران نباشن، میتونن درست بکنن. خب اینم انواع خیاره که بزنین رو همین درست کنم. اینو دو روش داره. یکیش اینه که ما میتونیم یه مقدار هویج روی سالاد حتما لازمه. هویج رو رنده کنیم چون کاهو دیگه پستی بلندی داره. این گوجه روش به راحتی وای نمیسه. پس ما میایم روی سالادمون یه مقدار بله هویج رنده شده میریزیم. البته من زیر این نریختم. این اگه یه ذره حالتاشون شده از راه خیلی دور اومدم، مسافر بودن. بعد میایم این اولین گوجه‌مون رو برمی‌داریم، لوله‌اش می‌کنیم ببینید به این شکل مثل گلسازی. این مدل از مدل‌هاییه که می‌ذاریم وسط، از مدل‌هاییه که تک تک اینا خورده میشه. حتی میتونیم اول یکی بعد دوتا به این شکل بذاریم رو به رو هم دیگه، بذاریم این وسط. دوتای اولمون رو گذاشتیم. بعدش باز سعی می‌کنیم از سایزهای کوچیک شروع کنیم. خوبی مدلش هم اینه که اگر یه دونه از این گل برگا رو برداریم گلمون به هم نمیخوره، بقیه‌اش برای با دست شیپ میدیم. همه رو اولش خب یه مقدار جمع تره چون قنچه گلمونه دیگه، پس یه مقدار جمع تر. پس میایم اول دوتا یکی گذاشتیم، دوتا گذاشتیم، سه تا. حالا دیگه زیاد مهم نیست 4 تا بشه یا 5 تا، فقط باید دور این پوشیده بشه. این نازکم برش زدم همه رو طوری که بتونم به برگ گل بشه دیگه. بتونم حالت هم بدم. البته میشه بدون هویجم کار کرد به شرطی که نخواهی بذاری روی سالاد. و اینو میاییم ردیف بعد 5 تا گوجه هامون باید گل برگامون در اصل نصف به نصف روی همدیگه قرار بگیره. رفته رفته دارم حالت میدم دیگه، نمیخوام جمعش کنم.
خب اون بستر هویجی که ریختین کم نیست؟ خب اصلا روی این نیاز نیست، اصلا رو سطح صاف نیاز نیست، اصلا تو اون بشقاب زیرش هویج نداره. فقط من این ریختم که بگم که روی سالاد حتما هویج لازمه. چون اون کاهو میگم یعنی میسته روی کاهو. بله. هویج باید بریزی تا روی کاهو بیسته. ولی اگه بخوایم توی بشقاب جدا به عنوان دورچین درست کنیم به اون شکل حالا من تزیینش کردم، بله به عنوان دورچین درست کنیم نیازی به هویج نداره، وای میسته. من اینجا چون که اختلاف سطح داره بشقابش. اگر صاف بود نمیشد. نه صاف وایساده. نه میخوام بگم یعنی الان این بشقاب تقریبا یه جورای تو گوده. نه من اینجا درست کردم کنار کشیدمش. پس مشکلی نداره سطح بشقاب صافه. بله. خب این میگم هویج فقط موقعی که بخوایم روی سالاد، اگر سالاد سطح نرمی داشته باشه مثل سالاد اولویه اصلا نیازی به این هویج نیستش، ولی اگر مثل سالاد کاهو باشه حتما باید این هویج باشه. خب دیگه باید گلبرگای بزرگترمون انتخاب بکنیم، کوچیک‌ترا. مثل هویج اینو نگهش هم میداره ها، این باعث میشه بله یه مقدار حالت انسجام بهش میده. خب ببینید البته من اونجا یه سیب زمینی هم که شیپ میدیم و خلال دندون داخلش میبریم مثل گل میشه، کنار برنج میذاریم، من به همین فقط اونا نصف نشده. یه بار سیب زمینی هم یاد بدیم، فکر میکنم دوستان عزیزمون خوششون بیاد. بس تا اینجا این گل روز ما شد. اگه بخوایم میتونیم براش برگم درست کنیم مثل اون برگایی که من درست کردم، بذاریم دورش یه دونه هم برگ اگر فرصت داریم درست کنیم. ساده، اصلا میوه آرایی یاد نمیدم، ساده ترین کارو یاد میدیم، چون میخوایم روی غذامون کنار غذا استفاده کنیم. چون این برگا حکاکی داره که خب همکارانم یاد میدن، کارهای سختی هم. ولی ببینید الان دارین چیکار میکنین؟ توضیح بدید. درست کردن برگ. خود ته خیار که خب هست مدل خود برگه، میمونین قسمت بالا که شکل خود برگو بدیم بهش، یعنی ذهنی باید تصوری داشته باشیم از برگ که این برگ به این حالت یه قوسی به سمت بیرون داره. بعد از اینکه این کارو کردیم میایم با چاقومون برشای ساده بهش میدیم. بعد از این نوک تیز یه دونه مثلث کوچولو خود به خود وقتی که این نوک تیزو برش میزنیم این کنگره های کنار برگ درست میشه. یعنی هیچ کار سختی نیستش، 2 تا برش. خب. و اما رگ برگاش بازم نمیخوام حکاکی یاد بدم، میشه با چاقو اینو روش حکاکی کرد، شکل خیلی خوبی در بود. یه پوسکن ساده برداریم، این پوسکن اینجا تیزشو بذاریم روش، یه شیار بندازیم، میاییم به این شکل رگ برگاش هم میندازیم. حالا اگه احیانا نتونستیم درست کنیم مشکل نیست، از برگ ریحون هم میتونیم استفاده کنیم. ولی اگر از خود وسایل خود سالاد باشه، از لوازم خود سالاد باشه، خب بهتره. فکر می‌کنم یه برگ دیگه درست کنیم. خب یه برگ درست کنیم، یه برگ درست کنیم دیگه. می‌خواید چه دیگه درست کنیم؟ چرا خیارم میرسیم؟ بذاریم ببینم میرسیم وقت داریم. من دور سالادم گذاشتم، یه دونه خیار درست کنیم اگه اجازه باشه. از من یه خیاری داشتم درست می‌کردم، شما داشتین صحبت می‌فرمودید اینو من بپیچم بذارم اینجا که ببینن سبد بسیار زیبایی میشه، ولی ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی یادش بدم. اگر از الان می‌خوایم منتظر بذارین که دلشون بره برای خیار. آخه این یه مقدار کوچولو سخت‌تر از بقیه است. خب اینم به همین سادگی حالا با این پوسکن یعنی بسیار برای وسط سالاد استفاده میشه. من همیشه میگم هیچ چیزی رو دور نمیریزیم. حالا این میمونه، خب این خیاره که مهمون ما نمیتونه بخوره، پس میایم اینو این از اون مونده؟ از اون مونده وسطونه برش میزنیم، به همین شکل دور سالادمون برای خوردن استفاده میکنیم. یعنی اگر یه روز میخواستیم درست کنیم خراب شد اینو میزنیم کنار سالادمون. حالا یه خیار دیگه. الان این چی بود می‌خواستی یاد بدین؟ همین از این خیارها. خب از این مدل‌های مختلف. من یه روز از اینا درست کردم، بچه‌ها گفت یه مشمع میدی، گفتم می‌خوام یادگاری ببرمش. چون واقعا بچه‌ها خوششون میاد، بزرگترام که دیگه خیلی خوششون میاد. خب من اینا رو جمع کنم یه بشقابی داشته باشم که بتونم، چون این گل رو روی درست کردیم بذاریمش کنار. خب بعد اینا حتما نباید وسط سالاد استفاده بشن، بتونن به عنوان دورچین غذاهامون هم استفاده بشن. این خیاری که الان یاد میدم با خیارشور هم میشه درست کرد، با خیارشورای درشت. خب برای این کار خیارای ما همه باید تقریبا درشت باشن، خیارای نازک و قلمی به درد این کار نمیخورن. اگه صاف هم باشن که دیگه خیلی بهتره. خب
یعنی الان آپشن خوبی نیست شانس. بله به خاطر من سر اینو زدم. خب ببینید میخوایم این گلمون رو درست کنیم. میشه به دو روش درست کرد. یکی این که اینجوری اوریب یه تیکه اوریب سر اینو در بیاریم خیلی نازک، تهش رو ولی نمیزنید. حدوداً میشه گفت نیم سانت از تهش میمونه. ببینید 3 تا زدم. بعد از اینکه 3 تا برش زدم همینجوریش خودش مدل پروانه درست میکنیم میذاریم. ولی اگه بخوایم میتونیم به این شکل یه گل خوشگل درست بکنیم بذاریم دورچین غذا، یا اینکه به این شکل روی سالادمون استفادهش میکنیم. اسم خاصی نداره، همطور گل خیار. مدل گل دیگه. با این خیار میشه حدوداً 12 مدل کار درست. این هویجاش همین سرای هویجه دیگه نه؟ با این در آوردم. آها. یه دونه در بیارم که سرش هم داشته باشیم. خوب شد شما گفتین، من یادم نبودم درست کردم. با همین اسکوپ، به این دستگاه میگن اسکوپ. این وسیله‌اش همه توی لوازم قنادی هستش. این اسکوپو میذاری روش و حالا هویجمون میتونه نیم پزم باشه ولی نبودم هیچ اشکالی نداره. این الان نیم پز نیست. خام مفیدتر هم هست دیگه. اینم گل سرش میشه. باشه. خب اینم هویجمون. خیلی ممنون خانم، خیلی زیبا بود، خیلی ایده های خوبی. من که از اون گل گوجه فرنگی خوشم اومد. انشالله که دم وقتم بکنه، همچین حوصله میخواد این کار دیگه. وقتی میشه چون وقت زمانی نمیبره. امیدوارم خانم‌ها خوششون اومده باشه. بله حتما، چرا نه. خیلی ممنونم، متشکرم که آمدین. دوستان خوب و عزیزم، اینم از بخش سفره‌آرایی امروز ما. انشالله که پسندیده باشید.